سلام بینندگان گرامی، اخبار آزادی را با تحولات آخرین جهان و خبرها از گوشه و کنار تاجیکستان من مومن احمدی تقدیم میکنم. امروز 7 سپتامبر است. در برنامه اینها را داریم. محیدین کبیری از ولادیمیر پوتین خواست حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را در روسیه تروریستی اعلان نکند. مسافران و رانندگان در راه دوشنبه رشت از ناهمواری راه در قسمت کبودجر شکایت دارند. نگاش نمیکنم. خیلی بسیار یا برونگری شود вообще خیام بسیار میشم میروم. سازمان نبیره ها به پیرانسالان اوکراینی تنها مانده که در حالت جنگ نیازمند یاری می باشند کمک می رساند. من با یک صحبت اینترنتی پیوسته احتیاجات مردم را روی خط کردم و با ماشینم گشته از هر کسی که چیزی داده می توانست این چیزها را جمع کردم. رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از رئیس جمهور روسیه خواسته است به تروریستی اعتراف شدن این سازمان در قلمرو روسیه اجازت ندهد. دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر درخواست دادستانی کل این کشور را برای تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی خواهد کرد. محیدین کبیری 6 سپتامبر در نامه به ولادیمیر پوتین گفته است در صورت قبول قرار هزارها نفر قربانی تعقیب و فشار در تاجیکستان و روسیه می‌گردند. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2015 فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع و سپس تروریستی اعلام کرده بود. از آن زمان تا حالا حکومت تاجیکستان آشکار و نهان از شریکانش در قلمرو شوروی سابق خواسته است این حزب را تروریستی بشناسند ولی هنوز پشتیبانی نیافته است. محیدین کبیری در نامه‌اش به ولادیمیر پوتین گفته است مقامات در دوشنبه در عوض پشتیبانی احتمالی از روسیه در مسئله اوکراین توانستند شرط‌های خود را بالای مسکو بار کنند. معلوم نیست جانب روسیه نامه را دسترس کرده است یا نه و پاسخش چه خواهد بود. و خبر دیگر از وادی رشت. ساکنان وادی رشت در شرق تاجیکستان از وضع بد یگانه راه بین این منطقه و مرکز کشور شکایت دارند. پس از آغاز بنیاد نیروگاه راغون، راهی که سالها ساکنان طریق آن رفت و می‌کردند زیر آب ماند. راهی نو گشادند ولی وضع آن بد بوده به امید بنیاد راهی نو اساسی تا حال تعمیر نشده است. حکومت وعده داده است که مشکل حل می شود. همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از وادی رشت گزارش تهیه کردند. اینجا موضع کبودجر در شهر راغون است. تا 3 سال پیش راه به سمت منطقه رشت از اینجا می گذشت. حالا این راه زیر آبانبار نیروگاه راغون مانده است. برای ساکنان راه نو گشادند ولی راه نو طلبات ساکنان را قانع نمی کند. با گذشتن هر ماشین از این راه چنگ خاکیان به آسمان می پیچد. به گفته ساکنان حدود 20 کیلومتر این راه خراب است و برای گذشتن از آن بیش از 1 ساعت صرف می شود. از این شو اهمیت نمیتونن نگاش نمیکنن. خیلی بسیار یا برونگری شود вообще خیام بسیار میشم میروم. 3 سال شدم خیلی. یا اخی در 6 ماه 7 ماه یا بروز کنن میکنن نباشه پس تیانی هم خیلی. مقامات به ساکنان گفته‌اند این راه موقتی است اما رانندگان میگویند این دلیل نمی شود که به راه دقت داده نشود. وزیر همه باده çok جوی میروید یکم دیم کورس میره راسخود بنزین آمورتیزاتور همه راسخود میشه خیر راه نظارت کنن نقض میشه اقلا نمیره گریدر کنن یا نالوگ ترانسپورت 1200 1300 چلی همینا موقتی را باشه گریدر کردن ممکنه کو نظارت کردن ممکنه. وادی رشت در شرق تاجیکستان جایگیر بوده زیاد از 300,000 اهالی دارد. ساکنان ناحیه‌های تاجیک‌آباد، سنگوار، نورآباد، رشت و لخش از همین راه می‌گذرند. امید ساکنان به ساخته شدن راه نو است. راه نو راست میدن خود بعد راه نو دا چی میشوه این راه حالی را سازه که این راه همین میشوه نرمال نیست فقط این راه چی اسفال نیست که میخره. منظور رانندگان این راه است. ساختمان راه آب گرم نورآباد 1 سال پیش با مبلغ بانک آسیای رشد و فاند آپک آغاز شد. آن را یک شرکت چینایی می‌سازد. در صورت بنیاد راه نو ساکنان دیگر از راه خراب نمی‌گذرند. 这个项目呢是从这个去年
2021年6月18日正式开始施工. ساختمان راه را شرکت ما ماه ایون سال 2021 شروع کرده و طبق شرطنامه باید تا 1200 روز به اتمام رساند. شرط اساسی کار ما این است که هنگام پره به استفاده دادن باید نقلیات ها به مشکل روا کنند و خوف و خطر در این مسیر نباید باشد. برای همین شرکت ما خیلی کوشش دارد که کارها را 100% در مهلت معین شده به اتمام رساند. 整个项目推进也差不多完成了30%. راه یکی از مشکلی‌های اساسی منطقه‌های دوردست تاجیکستان است. اکثر راه‌های کشور از منطقه‌های کوهی می‌گذرند و مقامات گفتند ساختن آنها آسان نیست. اما ساکنان می‌گویند بدون راه‌های آباد منطقه‌های کشور رشد نمی‌کنند. مولا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی رشت. بیننده گرامی، رادیو آزادی به زودی فیلمی را درباره زندگی سه پناهجوی تاجیک تقدیم می‌کند که بعد سال 2015 از ترس تعقیب از تاجیکستان به خارج فرار کردند و در لهستان پناه بردند. آنها در این فیلم درباره دوری از پدر و مادر و هم لحظه‌های غم‌انگیز و خوبی زندگی در غربت می‌گویند. و همکارم طاهر سفر که در تهیه این فیلم شرکت داشت در استودیو با ماست. طاهر، اول از جریان تهیه این فیلم صحبت می‌کردی. تشکر. مومین فیلم نیمه اول ماه اوگوست در شهر ورشاوا پایتخت لهستان ثبت شد و ما سعی کردیم در مدت یک هفته که آنجا بودیم زندگی و کاری فیروزی محمد علی، پسر محمد علی حیات، شهرت رحمت الله فرزند رحمت الله رجب و محمد اقبال حسینوف پسر سید عمر حسینی هر سه عضو ریاست حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را تصویر کنیم. این سه نفر حالا در جایهای گوناگون کار میکنند و میگویند آنگونه که بسیاری ها تصور میکنند زندگی در اروپا آسان و راحت نیست و باید زحمت کشید تا توانی خانواده را تامین کنی. آنها از فراق پدر هم به ما گفتند که بیشتر از 7 سال است که آنها را ندیدند و اگر مومن زید نباشید یک پارچه صحبتشون را اینجا همراه ببینیم. حتی با دشمن فرزند خود این احساس رو نمیخوام. خیلی احساسی بد است که هر صبح میخیزی پدرت رو نمیبینی، مادرت رو نمیبینی، نزدیکانت رو نمیبینی. همه آرزوم همین است که روزی شود برم در آغوش پدرم. هر باری که پدرم میبینم سرش بوسه کنم، دستش بوسه کنم، پاهاش بوسه کنم. آغوشش میگیرم، میبوسم، بویش میکشم، برام همین کافی است. چیزی گفتم فعلا شاید گویم که دوستت میدارم پدر جان. طاهر، فیلم چند دقیقه است و کی نشر می شود؟ بله مومین، فیلم 17 دقیقه است و نه تنها نشان دهنده زندگی این سه نفر بلکه زندگی صدها پناهجوی دیگری تاجیک است که بعد از سال 2015 بعد از آشوب نوفرجام به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان از کشور گریختند و در خارج به خصوص در لهستان و آلمان پناه بردند. بعضی از آنها مقام پناهندگی گرفتند و تعداد سرنوشت معلق دارند و نمیدانند که با آنها چی می شود. به کشور به تاجیکستان بازپس فرستاده می شوند یا در نهایت در اروپا می مانند. و واقعا نام فیلم را نگفتیم. فیلم اگر پدرم را ببینم نام دارد و روز یکشنبه 10 سپتامبر در وبسایت رادیو آزادی، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ساعت 11 به وقت دوشنبه و ساعت 9 به وقت مسکو نشر می شود. تشکر همکارم طاهر سفر درباره فیلمی نوی رادیو آزادی از سرنوشت سه پناهجوی تاجیک در لهستان صحبت کرد. حالا به یک آگهی توجه کنید. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
تاجیکستان امروز اولین کاروان کمک‌های بشردوستانه‌اش را به ساکنان اصل آسیب دیده پاکستان روان می‌کند. در سامانه پرزیدنت تاجیکستان گفته شده است که این کشور بیش از $1 میلیون به ضرردیدگان پاکستان کمک می‌رساند. با گفته مقامات تاجیک کمک از 500 تن آرد، 500 تن آب نوشاکی، 1000 تن انگشت و 2000 دانه شیفر عبارت است. منبع‌های رسمی به خبرگزاری ریترز گفتند که روز چهارشنبه باز 18 نفر دیگر به هلاکت رسیده. شماره عمومی قربانی‌ها از باران و آبخیزی‌های اخیر این کشور به 1343 نفر برابر شد. جمعاً 33 میلیون نفر به ترک مکانی دائمی زیست مجبور شده و تقریباً 1,600,000 خانه را آب برده است. با نوشته ریترز آفت طبیعی به وجه عموم به ساکنان ولایت سیند زیان رسانده است. 6 سپتامبر سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که در پاکستان حالت‌های گرفتاری به بیماری‌های سیرایتی رو به افزایش است و تخمیناً 6,400,000 ساکن منطقه‌های آفت زده به یاری‌های بشردوستانه احتیاج دارند. سازمان ملل متحد با اشاره به احتمال باریدن باران‌های بیشتر تاکید کرده است که وضعیت باز جدی‌تر خواهد شد. هزاران پیرانسال اوکراینی که نتوانستند پس از هجوم روسیه از وطنشان بیرون شوند با سختی روز می‌گذرانند. سازمان با نام نبیره‌ها به کمک این پیرانسالان رسیده است. همکارم کیومرث سیاطو تفصیلات بیشتر دارد. بیایید خوش آمدید. لودمیلا ارشنکو امروز مهمان‌های ویژه دارد. اینها اختیاریان سازمان نبیره‌ها در شهر کیف میباشند. خدا جان، بچه های عزیز، شما چنان کاری خوب میکنید که به ما یاری میرسانید. شما وقتی افته به عیادت ما میآیید، هرچند سربازان به یاری بیشتر نیاز دارند. خریستینت سکور تصمیم گرفت که به پیرانسالان تنها مانده یاری رساند. او شخصا خودش به نفقه خوران محصولات لازم را از فروشگاه ها میرساند. برای خود او هم این کار یک نوع معالجه است. معالجه دردهایی که از مرگ مادرش در ماه مارس در منطقه لوهانسک ایجاد شده است. آن زمان منطقه در دست نیروهای روسی بود و او حتی نتوانست برای ویدا با مادرش برود. مادرم ماه مارس در آنجا درگذشت، در منطقه اشغال شده. من هم بیخیش تبار ماندم. سکور از روزهای اول جنگ پسری 5 سالش را با دوستان به خارجه فرستاد و خود برای کمک به پیرانسالان در کیف ماند. در کیف پیدا کردن غذا و داروار دشوار شد. من با یک صحبت اینترنتی پیوسته احتیاجات مردم را روی خط کردم و با ماشینم گشته از هر کسی که چیزی داده میتوانست این چیزها را جمع کردم. بعد پیرانسالانی که مرا شناختند تلفنم را به یکدیگر میدادند. بعد این تصمیم گرفتیم که کار خود را به شکل یک سازمان تنظیم کنیم. احتیاج مردم روز به روز زیاد شد. یوهن هاربان کارمند این سازمان میگوید که کار آن حالا در چندین منطقه فعال شده است. به گفته هاربان کمک ها یک دفعه نه و دائمی تامین می شوند. ما راه‌های انتقال کمک‌ها را در سراسر کیف راه اندازی کردیم. با راه پشت هم ارسال کمک‌ها را به منطقه‌ها به راه مانده ایم. در نوبت اول مردمی بیجا شده را در نظر می‌گیریم. عادتاً این قشر مردم در ظرف چند ماه کاری پیدا کرده دیگر به کمک نیاز نخواهند داشت. کمک‌های درازمدت ما برای پیرانسالان هم نگرانیده شده است. اکثر آنها بیکسند. تا امکان داریم یاری خواهیم کرد. نبیره ها از سازمان های دیگر خیریه و هم شخصان احسانکار کمک دریافت می کند. تا حال به 12,000 کس یاری کرده است. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه به بررسی پرونده محمد سلطان مولان نظروی 72 ساله پلکانی که پیشین امنیت و روزنامه‌نگار سابق آغاز کرده است. دادستانی او را به دعوت عمومی با استفاده از اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی عیبدار کرده است. او خودش را بیگناه می‌داند و نزدیکانش پرونده را ساخته می‌دانند. برنامه را اینجا به پایان می‌رسانیم. خبرهای نو و بیشتر را در سامانه آزادی و در صفحه‌های رادیو آزادی در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.